در همون سالها بود که فعالیت‌های سیاسی رو انجام دادم در کنار اعتقادات مذهبی و بعد از اینکه تحولاتی پیش اومد توی ایران من اون رو ادامه دادم تا اینکه متوجه شدم به اون گونه که تصور من بود که میتواند جامعه اسلامی مردم رو خوشبخت کنه، اما به نوعی من به بن‌بست خودم رو دیدم، در بن‌بستی قرار گرفتم که دیدم حتی یک جامعه اسلامی هم نتوانست. بنابراین رسول به طور مستقیم و غیر مستقیم بر علیه دولت جمهوری اسلامی اقدام به فعالیت‌های سیاسی می‌کند. اما پس از مدت کوتاهی پی می‌برد که آن نیز کاری بیهوده و باطل است. سرد و ناامید شدم و سعی کردم روال زندگیم رو عوض کنم با توجه به اینکه اعتقادات اسلامی خودم رو داشتم، اعتقادات مذهبی خودم رو داشتم و تحت اون شریعتی که بهش ایمان داشتم زندگی می‌کردم. پس از آن تصمیم به ازدواج می‌گیرد و صاحب فرزندی می‌شود. و خداوند به ما یه دختری داد که از سن 2 سالگی تا سن 5 ساله تا سن 7 سالگی 5 سال تمام سر داشت و میدونید که سر با خودش تشنج رو میاره. در همان ایام زندگی مشترک رسول به تجارت شخصی خود میپردازد، اما طولی نمیکشد که کارش را از دست داده و دچار مشکلات بسیار اقتصادی میگردد. و اینقدر این فشارها رو من بود، همچنین روی همسر من بود که این به طور غیر مستقیم و مستقیم تاثیرش رو روی دختر ما گذاشته بود و در اون ایام بود که دختر ما بیشتر از روزهای دیگه یا ماهای دیگه تشنج میشد. حقیقتا به جای رسیدم که یک هفته گویا که به نوعی میشه گفت من با اعتقادات خودم قهر کردم و نماز رو گذاشتم کنار و دعا کردن رو گذاشتم کنار و در من این سوال به وجود اومد: اگر خدا وجود داره چرا این خدا دستهای من رو نمیگیره؟ چرا بعد از این همه مبارزه، بعد از این همه رعایت شریعت و قوانین مذهبی که داشتم، امروز زندگی من این همه به هم ریخته بشه؟ او بسیار دلسرد و ناامید می شود، اما هیچ راه چاره‌ای برای خود پیدا نمی کند جز اینکه به زندگی تاریک خیش پایان دهد. اما رسول در ته دل خود هنوز باور داشت که خدا می تواند به او کمک کند. بنابراین یک بار دیگر از وی طلب کمک نموده و می گوید: خدایا اگر حقیقت داری حقیقت خودت رو بر من آشکار کن قبل از اینکه دیر بشه. و لحظه ای نشد که من عیسی مسیح رو ملاقات کردم، یعنی شخصی رو دیدم با ردای نسبتاً بلندی، موهای نسبتاً بلندی و اون خودش گفت که من مسیح هستم و مشکلات تو چیه؟ و من بدون اینکه بخوام هیجان زده بشم و یا حتی در اون شرایط بگم که احساساتی بشم، خیلی راحت تمام مشکلات خودم رو گفتم، تمام مسائل زندگیم رو گفتم و عیسی مسیح من گفت مشکلات تو حل خواهد شد که من از این رویا در اومدم و لحظه تفکر کردم که این چه اتفاقی بود که برای من افتاد و دیدم عجیب آرامش دارم، عجیب اون روحیه مرده و نگرانی من تبدیل به یک روحیه پر از امید شده بود. علتش رو نمیدونستم و یه مقداری که طول کشید گفتم نکنه جدا بچه‌ها قبلا من میگفتن رسول تو این شرایط سعی کن بیشتر مشروب بخوری، مواد مخدر استفاده کنی، تریاک بکشی، ریلکس بشی، اگر نه دیوونه میشی. گفتم نکنه دیوونه شدم، ولی چون آرامش داشتم اون شب به راحتی خوابیدم. به دلیل اعتقادات دینی خود تصمیم میگیرد تا به کلیسا رفته و دین خود را به خداوند خویش عطا نماید. کشیش آنجا به او پیشنهاد میکند که برای دخترش دعا کند و ایشون برای دختر من دعا کرد و همون شب بود که من خواب دیدم که دختر من روی دستهای من هست و تشنج شده و همون حالتهایی که معمولاً پیش میاد، صورت چهره خوش عوض میکنه، دندون کلیک میکنه و این حالت شده و من داد زدم عیسی مسیح خودت گفتی که دختر منو شفا میدی. و بعد دیدم یه دستی از بالای شونه سمت راست من اومد و صورت دختر منو لمس کرد و صورت اون عادی و طبیعی شد و این صدا رو شنیدم که به من گفت اون خوب شده. وقتی که از خواب بیدار شدم بلافاصله رفتم بالای سر دخترم و شروع کردم دعا کردن. البته دعاهای من همون دعاهای قدیم بود، اما یادم هست به احترام نام عیسی مسیح هم استفاده میکردم، نام موسی هم استفاده میکردم. پس از معجزه رسول دخترش را به پیش دکتر برده و دکتر پس از انجام معاینات دقیق با تعجب سلامت کامل وی را تایید می نماید.
ولی رسول هنوز قلب خود را برای خداوند باز نمی کند و با شک و تردیدی که نسبت به خداوند عیسی مسیح داشت شروع به مطالعه درباره دین مسیحیت می کند تا بلکه چیزی را بر علیه آن پیدا کند. یکی از آن شبها از فرط ناراحتی و سردرگمی از خواب برمیخیزد و شروع به دعا می نماید. ناگهان تجربه بسیار شیرینی برای او رخ می دهد. نسیمی به بدن من خورد و به حالت پله و پله از بدن من اون ترس و نگرانی رفت بیرون و اون شب من به مسیح ایمان آوردم و ایمان آوردن من باعث این شد بیشتر کلیسا برم و پیگیری بکنم و کلاس هایی رو بردارم و شروع کنم بشارت دادم. پس از ایمان آوردن و خدمت وی در کلیسا به آمریکا مهاجرت می کند تا در آنجا به خدمت خیش ادامه دهد. خداوند کلیسایی رو بنا کرد که من بعد از اینکه دستگذاری شدم برای شبانی و کشیشی، خداوند من رو اونجا به خدمت گرفته که الان من کشیش کلیسای پرستندگان مسیح هستم و الان 1.5 سال هست که از این خدمت در این کلیسا میگذره و خداوند نیز برکات داده که توانستیم گذشته از این خدمت بتونیم برای افرادی که نیازمند هستن و یا معتادین خدمتی رو داشته باشیم و همچنین برنامه‌های تلویزیونی داریم نسبت به اینکه چگونه مردم بتونن زندگی سالمی رو به طریق کلام خداوند داشته باشن.